یه جوری ریخته تو خودش که هیچ جوری نمیشه جمعش کرد. اون توپ طلا واقعا حق رافینیا بود. هالند به درد رئال نمیخوره، خیلی مثبت 18 است. چند وقت دیگه از تعداد گل‌های ملیش علی دای هم میگذاره. 70 سال به آرتتا وقت دادن. به این ژاوی من خودم خیلی امیدوارم. سلام دوستان، من محمدم، اینجا نبض مادید و به یک ویدیو خلاصه اخبار دیگه از تیم پادشاه دنیا یعنی رئال مادید خیلی خوش اومدید. یه نکته اول ویدیو بهتون میگم که این ویدیو اولا زمان بندی داره، اینکه لایک کنید، سابسکرایب کنید. و یه نکته دیگه که ویدیو قبل ما نمیدونم چرا اصلا بازدید نگرفت. کلی زحمت کشیدیم، تامنیل زدیم، اینور اونور، هر بلای دوست داشتم سرش آوردیم ولی اصلا بازدید نگرفت. چراش هم نمیدونم. مثلا مهم نیست. ما الان باید به فکر این ویدیو باش. خبر اولی که به دستمون رسیده اینه که رئالی که بی هویت شده، سرسخت و بدون انعطاف ژاوی همان بنیتز است. میگن آقا رئال ژاوی آلونسو در این مدت کوتاهی که مربیگری رئالو بر عهده گرفته خیلی سختگیرانه عمل کرده و اشتباهات زیادی انجام داده. اولا که سختگیرانش من قبول دارم ولی اشتباهات زیادیش من قبول ندارم. اخبار رئال مادرید، اخبار دور بر رئال مادرید پر از حاشیه است، یعنی با واقع هزار کیلومتر فاصله داره. اینم یکی از اون چیزاست، خبر هاست. الان میری ادمین ها نگاه کن، نه رئال مادرید ژاوی آلونسو با همه بازیکنانش تنش داره، مشکل، مخصوصا وینیسیوس، مخصوصا آرنولد، مخصوصا فلان، مخصوصا بران بهمن. اصلا بازیکنان رئال به حرف آرنولد، به حرف آلونسو گوش نمیدن. هزار کوف مرض زهر ما دروغ دیگه که به نام رئال مادرید میزنه. اینم یکی از اون خبر هاست. یه نکته دیگه این که ژاوی آلونسو فقط 2 تا باخت داده. یکیش جلوی لیورپول که با 500 میلیون خرج کرده، یکیش هم جلوی اتلتیکو مادرید اون که اشتباه تاکتیکی ژاوی بوده. جلوی لیورپول اگر وینیسیوس جونیور یک کم ارزه داشت، رئال بازی میتونست مساوی کنه، حتی ببره. جلوی وایادولید هم اگر وینیسیوس اجازه میداد آردا گولر اون ضربه رو بزنه، حتما رئال پیروز میشد. همیشه مشکل با ژاوی نیست، بعضی وقتا مشکل با بازیکن است. این خبر اول. خبر بعدی، چراغ سبز رئال مادرید، کابوس ستاره ناکام رئال. آقا رئال تایید کرد لیون این تپاله که همیشه علی مادریدیش بهش میگه تپاله، اسم چیه؟ اندریک میره به لیون. و من بابت این خبر خیلی خوشحال میشم. و یه نفر کامنت نوشته بود عزیزم برو پخته تر شو بعدن برگرد با توپ تور، یعنی با توپ پر برگرد. این بپزه پخته بشه از برادر منم کم ارزش داره. خیالتون راحت، این به هیچ دردی نمیخوره. بابا بزرگ علی با شلوار کردی و دمپای توپ پلاستیکی با دوستاش بیان توی تیم رئال مادرید بهتر از این تپالی پخته شده میتونن کار کنه. هیچ امیدی من به این ندارم. ولی پرز با چه عقلی رفت 60 میلیون یورو کوفته این کرد نمیدونم. عاشق چی این شده بود که رفت اینو خرید. خبر بعدی، قیمت رئال مادرید قیمت وینیسیوس جونیور رو تعیین کرد. از 300 میلیون یورو که اون سال عربستان می‌خواست رسیدن به 150 میلیون یورو. همون سالی که 300 میلیون یورو می‌خواستن باید می‌فروختیم بره. ولی آقا میگفت من میرم توپ طلا رو میگیرم. بعد از توپ طلا هم که دیدیم نتونست بگیره، نابود شد، منفجر شد، اصلا یه جوری ریخته تو خودش که هیچ جوری نمیشه جمعش کرد. بابا مرد به خودت بیا. رونالدو مسی بعد از اون سالی که توپ طلا رو نمیگرفته سال بعدش قوقا میکردن تو اروپا. تو چطور میخوای ستاره آینده دار این فوتبال بشی؟ تو هیچی نمیشه. اون توپ طلا بهتون میگم، اون توپ طلا واقعا حق رافینیا بود که حیف شد به رافینیا نرسید. بدون تعصب دارم میگم، بدون تعصب به باشگاه رئال مادرید دارم این حرفو میگم. واقعا اون سال رافینیا یک هیولا بود و رافینیا اگر باز مصدومیت برگرده بازم برای توپ طلا میجنگه. قطعا برای توپ طلا خواهد جنگید. خبر بعدی، یه نکته هم بهتون بگم. من ویدیوی تحلیل علی مادرید تیوی شو رو در مورد خرید ارلینگ هالند نگاه کردم. من خودم به این نتیجه رسیدم هالند به درد رئال نمیخوره. امباپه هم داریم. امباپه از لج هالند به هالند پاس نمیده، هالند از لج امباپه به امباپه پاس نمیده، بازی گره میخوره. به نظر من هالند نباید بخره. هالند نظر بقیه ممکنه نسبت به نظر من متفاوت باشه، نمیدونم. یه خبرم در مورد بارسلونا بگیم. لاپورتا گفته من از جدایی مسی پشیمان نیستم. آخه مرد حسابی، یه نفر میخواد تو رو آدم حساب کنه. آخه تو اگر یه مدیر درست حسابی بودی مسی اصلا از بارسلونا نمیرفت. البته اینم بهتون میگم، تو و لاپورتا، یعنی
پرز و لاپورتا هیچ فرقی با هم ندارن، جفتتون لاشی هستید. هم پرز هم لاپورتا جفتشون لاشیه، خیالتون راحت. اگه لاپورتا دو مدیر درست حسابی بود وضع بارسلونا این نمیشد. این حرف من نیست، خود طرفداران بارسلونا زیر این ویدیو، زیر این خبر کامنت گذاشته بودن. خبر بعدی آقا، این جوان 20 ساله که خریدیم دین هوسن به ژابی آلونسو گفت تو رو خدا به داد من برس. البته اتفاق خاصی نیفتاده، بازم رسانه‌ها دارن شورش رو در میارن. این تو جام باشگاه یکم خوب درخشید، بعد اومد یکی دو تا بازی نمیدونم حالا اوف پیدا کرده اوف پیدا نکرد، اینو بد از علی مادی تیوی شو بپرسید، من بازم در این مورد هیچ اطلاعی ندارم. حالا میگن رسانه‌ها میگن که دین هوسن به ژابی گفت ژابی تو رو خدا به داد من برس. یه نفر یه کامنت خیلی خوب گذاشته بود، گفته آقا این جوونه، قرار نیست که همه از اول مالدینی باشن. خود مالدینی بود، آره خود مالدینی از اولش هم مالدینی نبود، یه چندی سال کشید تجربه کسب کرد آخرش شد مالدینی. نمیدونم بعضی از هواداران فوتبال واقعا با چه زاویه‌ای به فوتبال نگاه میکنن. یه خبرم که مثل بمب ترکید این بود که گادفادر میخواد از رئال مادرید بره، یعنی فلورنتو پرز میخواد از رئال بره. فردا خبرش در اومد که نه نمیخواد از رئال بره. یه کامنتی بود خیلی کامنت جالب بود، البته نمیتونم خود کامنت رو بگم، یکم خیلی مثبت 18 است، اونم این بود. البته من تحریف شده این کامنت رو دارم مینویسم، جمله کامنت رو اینجا براتون توی ویدیو براتون مینویسم دیگه، یکم با فاصله میذارم خودتون بفهمید اون کلمه‌ای که من الان دارم جابجا میکنم اون کلمه چیه. الان اونم این بود. الان باید بگیم به چوخ رفتیم یا به چوخ نرفتیم، ولی من در مورد چوخ رفتن حرف نمیزنم، اون کلمه رو اینجا مینویسم براتون دیگه، خودت ببینید چی گفته اونجا. واقعا فلورنتو پرز یکی از مدیرای موفقیه که در این سالها من دیدم، ولی در خرید بازیکن که آره دیگه یکم خیلی خسیسه، یکم سیاست‌های خیلی سختگیرانه‌ای رو نسبت به مربیان داره. مرحله پیچیده جلوی ژابی بازی با سیتی، لیگ قهرمان یکی تو فکرم بازی بعد بازی با الچه رئال میره با منچستر سیتی بازی میکنه که یکی از اون بازی سخت جلوی ژابی آلونسو برای ژابی آلونسو هستش و امیدوارم که ژابی بتونه موفق باشه یک تاکتیک درست حسابی بگیرین، به نشخوار فکری درگیر نشه، وینیسیوس تخم مرغاشو بگیره کف دستش و بتونه درست عمل کنه، امباپه درست عمل کنه. رئال مادرید سال قبل دفاع نداشت، هافبک نداشت، مهاجم داشت، الان برعکس شده، دفاع رو داره، هافبک همچنان نداره. معذرت میخوام. مهاجمان که امسال شما رو به خیر ما رو به سلامت، وینی از اون رفته پی کار خودش و رودریگو از اون پیداش نمیشه، ماستانتونه دیده نمیشه، دیاز دیده نمیشه، یه امباپه مونده تک و تنها 18 گل به تنهایی زد تا اینجا فصل، اگر مسئولش امباپه رقیب جدید علی دایی برای عبور از تعداد گل‌های ملی شهریار فوتبال ایران. کیلیان امباپه با این سرعتی که داره در تیم ملی فرانسه گلزنی میکنه، یه چند وقت دیگه از تعداد گل‌های ملی شهریار فوتبال ایران یعنی علی دایی هم میگذاره. واقعا امباپه است، ایرلینگ هالند و هری کین سه تا از بهترین مهاجمان حال حاضر سطح فوتبال هستن و بدون حاشیه دارن کار میکنن، سرشون تو کار خودشونه، مثل وینی دلغک باز نیستن، مثل لامین یامال نیستن. بین نیستن میتونیم رافینیا بارسلونا رو اضافه کنیم، رابرت لواندوفسکی، البته سنش خیلی بالا رفته. بازیکنان که بدون حاشیه باشن حتی در تیم حریف هم، در بین هواداران تیم حریف هم محبوب خواهم بود. من خودم رئالیم ولی از بارسلونا آندرس اینیستا رو دوست دارم، بعد کارلوس پوئل رو دوست دارم. اینا بازیکنان خیلی خوبی بودن، مثل داوید ویا هم خیلی خوب بود. اینا بازیکنان بودن که می اومدن کار خودش انجام میدن و به حاشیه دامن نمیزدن. کامنت بعدی زیدان آماده برای بازگشت بعد جام جهانی. خبر بعدی اینه که زیدان قرار بعد از جام جهانی که قراره تو آمریکا برگزار بشه بیاد سرمربی تیم ملی فرانسه بشه. و در مورد این زیدان اینو میشه گفت اون فینال جام جهانی 2006 اون چیپی که تو فینال زد، عادل فردوسی بار یه روایت خیلی زیبایی داره در مورد اون صحنه، میگه توپ گل شد به خاطر ابهت زیدان و به تور نچسبید به خاطر ابهت بوفون. واقعا این جمله عادل خیلی زیبا بود، هرچند من خودم با عادل جدیدا مشکل پیدا کردم، عادلم تایید نمی‌کنم.
عادلم کم کم داره وارد حواشی میشه. اینا مورد قبول من نیست. یه نفر کامنت گذاشته بود فقط اون بازی 1998 که برزیل رو انداخته بود تو قوطی، اون بازی یه چیز دیگه بود. خوزه فلیکس دیاز گفته رئال مادرید به ژابی آلونسو کاملا اعتماد داره و به حاشیه‌ها و اخبار دروغینی که اطراف رئال مادرید هست هیچ اهمیتی نمیدن. من اینو بهتون میگم آقا، این صفحه دوم تمام شد. اینو بهتون میگم تو رئال مادرید همه چی امن و امانه، همه چی آرومه، مدیریت به ژابی آلونسو اعتماد داره، تا آخر فصل حداقل بهش فرصت میدن تا استثنا قراردادی که داره قراردادشو پابرجا خواهند بود. ولی اینطوری هم نیست که ژابی باید اخراج بشه با یه مساوی، با یه باخت. خود ژاوی وقتی که سرمربی بارسلونا 10 تا باخت پشت سرم میداد، هواداران بارسلونا میگفت باید بهش مهلت بدیم. یه نکته دیگه، همین هواداران آرسنال چه؟ همین هواداران آرسنال 70 سال به آرتتا وقت دادن. امسال هم آرتتا اگه نتیجه بگیره فصل بعدی هست، فصل بعد نتیجه بگیره فصل بعدی هم هست. باید وفاداری از باز هواداران آرسنال یاد بگیریم از هواداران رئال مادرید. یه خبر دیگه اومده بود که بایر مونیخ باشگاه بزرگه ولی باید هری کین به رئال مادرید بره. واقعیتش آقا هری کین اومدنش به رئال این بود که خیلی سنش بالاست. اولا هری کین باید خیلی زودتر از تاتنهام جدا میشد، بعد به باشگاه بزرگ میرفت. اون سالی که فکر کنم 2018 بود رئال میخواستش، بازی و 3-0 تاتنهام از رئال مادرید پیروز شد. اون سال با 200 میلیون یورو میخواستنش، نیومد. اون سال باید میومد. الان رئال مادرید امباپه رو داره، الان هری کین بهترین گزینه برای بارسلونا است، برای جانشین رابرت لواندوفسکی. ولی نمیدونم لاپورتا پول هزینه هری کین رو داره یا نداره، معلوم نیست. مدیریت باشگاه بارسلونا خیلی خرابه. آقا بازیکنان رئال مادرید شاکیان چرا اینقدر از طرفداران بازیکنان رئال مادرید در تیم ملی اسپانیا نماینده‌شون کمه، یعنی کم دعوت شده به تیم ملی اسپانیا. البته به غیر از آلوارز و آلونسو، آسنسیو کارراس که واقعا لیاقت دعوت شدن به تیم ملی اسپانیا رو داره، ولی آقا بیشورا خودشون میزنن به مسئولیت، به تیم ملی اسپانیا نمیرن. دین هاوسن وسط تیم ملی اسپانیا بود، گفت من مسئولم نمیام، برگشت. امباپه اینجا موند، خودش رو زد به مسئولیت، نرفت فرانسه. کورتوا خودش رو زد به مسئولیت، نرفت فرانسه. شاهین یعنی فیدو والورده خودش رو زد به مسئولیت، نرفت به تیم ملی اوروگوئه. بابا فیفا دیگه واقعا شورشو در آورده. زمانه قدیم ما یه فوتبال امروز شنبه میدیدی، بقیه فوتبالا میمون برای هفته بعد یک شنبه زنده باشیم زنده نباشیم فوتبال ببینیم. اگر ترتیب فوتبال‌ها رو از شنبه تا جمعه بچینن، ما هر شب 5-6 تا فوتبال داریم نگاه کنیم. اینقدر که تعداد فوتبال‌ها زیاده، بازیکن وقت نمی‌کنه استاد کنه، به همین الکی خودشو میزنه به مسئولیت و نمیره تیم ملی. این خبرم دروغه، احتمال فکر نکنم درست باشه. بازیکن رئال مادرید شاکی باشن که تیم ملی چرا دعوت نمیشن. خبر آخرم اینه که انتقاد نکنید، ژابی عملکردش خیلی خوبه. از 12 بازی که تو روی رختکن رئال مادرید، روی نیمکت رئال مادرید نشسته، 11 تاشو برده، یه دونهشو مساوی کرده، یه دونهشو باخته. البته اون باختش میشه جبران کرد، اشتباه تاکتیکی خودش بوده و اون مساویش اگر وینیسیوس اجازه میداد آردا گولر ضربه رو بزنه و حتما اون بازی رو با وایدولید میبردن. عملکردش نسبت به اون فصل اولی که خوزه مورینیو اون فصل 2012 رفتن با 121 امتیاز 121 گل قهرمان لیگ شدن برابری میکنه. حالا تا آخر فصل باید ببینیم چی میشه دیگه. ولی من به این ژابی من خودم خیلی امیدوارم. بعد مربی که آینده خوبی داره، تا آخر فصل باید بهش فرصت داد. اینم ویدیو این هفته. لایک و سابسکرایب به کانال یوتیوب فراموش نشه تا ویدیو هفته بعد. خدا نگهدار.